اگه آدم خجالتی هستی و زود خجالت زده میشی، اگه دست و پا چلفتی یا نرد هستی، اگه خیلی رکی یا خیلی پرحرفی، اگه خیلی بیخیال و خونسردی یا خیلی وابسته، این ویدیو برای توه. تا آخرش رو ببین، شگفت زده میشی. سلام دوستان، من ریحانه هستم. به چنل من خوش اومدید. تا حالا به این فکر کردی که از نظر بقیه چقدر جذاب هستی؟ هر کسی نسبت به خودش یه سری نگرانی ها و عدم اعتماد به نفس داره و ممکنه نگران باشه که بقیه در موردش چی فکر میکنن. ولی خبر خوب این که همون چیزهایی که فکر میکنی نقطه ضعفته از نظر روانشناسی برای بقیه میتونه جذاب به نظر برسه. برای همین امروز میخوام 8 تا به اصطلاح همین عیب ها رو بهتون بگم که از نظر روانشناسی شما رو میتونه خیلی جذاب‌تر جلوه بده. آماده اید؟ بزن بریم. 1. خجالتی بودن. اگر شما جزو اونایی هستید که آروم حرف میزنید یا وقتی یکی نگاهتون میکنه یهو سرتون رو میندازید پایین و دست پاچه میشید، باید بدونید که خیلی ها همین رو دوست دارن. شاید برات سخت باشه باور کنی، اما خیلی ها خجالتی بودن رو ویژگی جذابی میدونن. تو دنیایی که همه دنبال جلب توجهن، یه آدم خجالتی میتونه جذابیت خاصی هم داشته باشه، چون هم مرموز به نظر میاد هم واقعی. 2. دست و پا چلفتی بودن. یک راستشو بگیم، هممون یه بار تو جمع یه چیزی رو ریختیم یا خوردیم زمین، ولی جالبه بدونید از نظر تحقیقات روانشناسی خیلی ها همین دست و پا چلفتی بودن رو بامزه و حتی جذاب میدونن، چون نشونه صمیمی بودنه، طبیعی بودنه، تازه باعث میشه بقیه حس کنن میتونن بهتون کمک بکنن. 3. زود خجالت زده شدن. از اونایی هستید که وقتی کسی شما رو دست میندازه سری سرخ میشید یا دست پاچه میشید؟ باور کنید این برای خیلی ها جذابه، چون نشون میده شما احساسات واقعیتون رو قایم نمی کنید. شفاف بودن همیشه یه نکته مثبت حساب میشه. 4. نرد بودن، یعنی عاشق یه چیز خاص بودن. اگه خیلی عاشق کمیک، انیمه، بازی یا حتی شطرنج باشید و همه بهتون بگن چه نردی، اصلا ناراحت نشید. اتفاقا همین اشتیاق شما جذابه، چون نشون میده برای چیزی که دوست دارید واقعا پرشورید. 5. خیلی رک بودن. آیا همیشه دقیقا همون چیزی رو که فکر میکنید میگید؟ بعضی وقتا راستگویی زیاد ممکنه دردسرساز بشه، ولی خب خیلی ها دنبال آدمی هستن که صاف و پوسکنده حرف بزنه. این که کسی باهات بازی ذهنی نکنه و همیشه رک باشه خیلی ارزشمنده. 6. پر حرف بودن یا زیادی توضیح دادن. تا حالا شده وسط حرفاتون یهو بگید اوه نباید اینو میگفتم، یا بعد از حرف زدن زیاد بگید کاش این رو نمیگفتم؟ خب خبر خوب اینه که همین ویژگی باعث میشه شما صمیمیتر به نظر برسید. وقتی شما راحت از خودت حرف میزنی، دیگران هم احساس راحتی میکنن که بیشتر درباره خودشون با شما صحبت کنن. یه جورایی بقیه حس میکنن میتونن کنارتون راحت باشن. 7. همه چیز رو با آرامش پیش بردن. همه چیز رو با آرامش پیش بردن. آیا همیشه قبل از تصمیم گیری خیلی فکر میکنی و جزئیات رو بررسی میکنی؟ آدمای آروم و عمیق، اونایی که برای تصمیم گیری وقت میذارن، یه جور جذابیت خاص دارن، چون توی دنیایی که همه عجله دارن این آرامش خیلی به دل میشینه. 8. نیاز به حمایت داشتن. هیچ اشکالی نداره اگر گاهی دلتون میخواد یکی کنارتون باشه، بهتون توجه کنه یا فقط یه جمله قشنگ بگه. ممکنه بعضی‌ها این رو نشانه نیازمندی یا وابستگی ببینن، اما برای خیلی‌ها بودن کنار کسی که خودش رو نیازمند حمایت نشون میده حس ارزشمندی و جذابیت ایجاد میکنه. این نیاز به حمایت داشتن خیلی وقتها بقیه رو جذب میکنه، چون حس میکنن برای شما مهم و ارزشمند هستن. خب بچه‌ها، این هم از 8 نقطه ضعف یا به اصطلاح عیبی که میتونه جذابیتتون رو بیشتر کنه. شما کدوم یکی از این جذابیت ها رو دارید؟ توی کامنت ها بهم بگید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید، سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. منابع و تحقیقات این ویدیو رو توی دیسکریپشن براتون قرار میدم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.